سلام، وقت داری یکم حرف بزنیم؟ من یک گربه‌ام، یک شکارچی، در واقع از تیره بهترین شکارچیان کل دنیا. اینو که قبول داری؟ اینم میدونی که با تمام وجودم شکار میکنم و وقتی تو شکارم موفق میشم هم خوشحالترم هم اعتماد به نفسم بیشتره. حتما اینم میدونی که من بازی کردن رو خیلی دوست دارم، البته بیشتر تو دوران بچگیم. ولی چیزی که احتمالاً نمیدونی اینه که جنب و جوش و تحرک زیادی که بعد از بزرگ شدنم دارم بیشترش به خاطر غریزه شکارچی بودنمه، یه جورایی تمرین شکار کردنه. بگذاریم اینا رو گفتم که به اینجا برسیم. یکی از بازیایی که آدما فکر میکنن گربه‌ها عاشقشن لیزر بازیه. البته تقصیری هم ندارن، یه جورایی رفتار ما گربه‌ها که تو هر حالی که باشیم با دیدن نور قرمز لیزر بی اختیار به سمتش میدویم، این باور تو آدما به وجود آورده که ما این بازی رو حتی از غذا خوردن و خوابیدن هم بیشتر دوست داریم. اما این قسمتش رو نمیدونن، بهش توجه نمیکنن که این رفتارها بیشتر از هیجان یک بازی یک واکنش غریزیه، یعنی همون غریزه شکار. حالا حتما میگی این که خیلی خوبه، با این کار هم بازی میکنیم هم غریزه شکارچی بودن تو زندگی نگه داریم. غذاتم که من میدم، پس نیازی به یک شکار واقعی نداری. آره این چیزا که میگی خیلی خوبه، ولی تو اونجاش که وقتی اون نور قرمز متحرک رو شکار میکنم به خیال خودم چیزی زیر پنجام حس نمیکنم. تکرار این وضعیت عصبی میکنه، استرس میگیرم، ناامید و افسرده میشم. این کار اعتماد به نفسم و حتی اعتماد به توی که سرپرستم هستی رو از بین میبره. مطمئنم الان تو دلت داری میگی تو که همون بار اول فهمیدی این بازی سرکاریه و قرار نیست چیزی رو بگیری و زیر پنجات حس کنی، و چرا وقتی دوباره لیزر انداختم دویدی دنبالش؟ راستش دلیلش یکم پیچیده است و برمیگرده به ساختار چشمای من. بذار قضیه رو واسه باز کنم تا بهتر بفهمی. ببین، چشمای ما گربه‌ها مثل چشمای شما آدما شبکیه داره و شبکیه‌ش هم مثل مال شما دو نوع سلول داره، میله ها، مخروط ها. مخروط ها که تعدادشون تو شبکیه چشم آدما بیشتر از ما گربه‌هاست مسئول دیدن و تشخیص دادن رنگ ها هستن، یعنی آدما دنیا رو رنگی‌تر از ما میبینن. ولی سلولای میله‌ای یا استوانه‌ای وظیفه‌شون دیدن تو نور کم و تشخیص دادن حرکته که تعدادشون تو شبکیه چشم ما بیشتر از آدماست. این یعنی ما تو نور کم خیلی بهتر از آدما میبینیم. همینطور چشم ما نسبت به تحرکات دور و برمون خیلی حساس‌تر از چشم آدماست. فکر کنم جوابتو گرفتی. میدونی در واقع این حساسیت چشم ما به حرکات اطرافمون و پیامی که به مغز ما مخابره میکنه نمیذاره نسبت به تحرکات پیرامونمون بی تفاوت باشیم. یعنی نور قرمز لیزر تأثیر روی ما نداره، بلکه حرکات سریع و مانوری که تو بهش میدی باعث واکنش هیجانی ما میشه. برگردیم سر موضوع خودمون. بالاخره لیزر بازی واسه ما گربه‌ها مفیده یا مضره؟ راستش یه جایی مفیده، یه جایی هم مضره. فایده لیزر بازی مخصوصا واسه گربه‌های خونگی که مجبورن تمام روز رو تو خونه با کمترین تحرک بمونن، یکیش همین تحرک اجباری و تمرین و تقویت عضلاتشونه که از شاخ شدن و مریض شدنشون جلوگیری میکنه. همینطور لیزر بازی اگه به روش صحیحش انجام بشه به گربه کمک میکنه که از استرس رها بشه و احساس آرامش کنه. اما ضررهای این بازی علاوه بر مسئله ناامیدی و سرخوردگی که در موردش صحبت کردیم، یه ضرر دیگه هم داره. نور قرمز لیزر اگه به چشم گربه‌ها تابیده بشه، حالا چه به صورت مستقیم و یا بازتابش از آینه و سرامیک، مضره و ممکنه آسیب جدی به چشم گربه بزنه. حالا با همه این توضیحات اگه هنوز رو لیزر بازی قفلی باشه باید بازی میکنن، ولی چند تا نکته رو باید رعایت کنی. اولا جایی که واسه بازی کردن انتخاب میکنی جای امنی باشه، یعنی مثلا تو شکستنی نباشه و یا خطر سقوط واسه ما نداشته باشه. دوما حواست باشه نور لیزر تو چشام نیفته. سوما لیزر رو آروم تکون بده تا من استرس نگیرم، اینجوری بازی واسه هر جفتمون لذت بخش میشه. مورد چهارم و از همه مهمتر، هر چند بار که تونستم اون نقطه قرمز رو بگیرم
تشویقم کن. حالا با یه خوراکی یا یه اسباب بازی. اینجوری آخر بازی حس نمی‌کنم کار بیهوده انجام دادم و افسرده نمیشم. اینو یادم رفت بگم، سعی کن لیزری که انتخاب میکنی توان خروجیش کمتر از 5 میلی وات باشه. اینجوری خطرش خیلی کمتره.